النقش گریه کن مسایرم آن گلابه همیشه جاییرم النقش گریه کن مسایرم آن گلابه همیشه جاییرم آه از پرچمی که خونین است آه از پرچمی که خونین است مرگ یک قهرمان چه سنگین است مرگ یک قهرمان چه سنگین است النقش گریه کن مسایرم آن گلابه همیشه جاییرم النقش گریه کن مسایرم آن گلابه همیشه جاییرم روح سر سبد بابا شدم خاموش روح سر سبد بابا شدم خاموش متن یک چرچرابا شدم خاموش متن یک چرچرابا شدم خاموش النقش گریه کن مسایرم آن گلابه همیشه جاییرم النقش گریه کن مسایرم آن گلابه همیشه جاییرم وكان يود زلزال وكان يود آن گلابه همیشه جاییرم النقش گریه کن مسایرم آن گلابه همیشه جاییرم روح سر سبد بابا شد خاموش روح سر سبد بابا شد خاموش متن یک چرچرابا شد خاموش متن یک چرچرابا شد روح سر سبد بابا شد خاموش روح سر سبد بابا شد خاموش متن یک چرچرابا شد خاموش
مثل یک چراغ شد و خاموش. انسانی و همه جانبه و کشور همواره مورد منازعه و کشمکش و خشونت. در یک جامعه همیشه منازعه و پر از خشونت انسانها کرامت انسانی انسانها نقض میشه. این جامعه زمینه میشه برای بردهداری، این جامعه زمینه میشه برای تبعیض، این زمینه میشه برای اعمال خشونت. به همین خاطر است که مشکل اصلی در افغانستان همیشه نابرابری است، خشونت است، تبعیض است و محرومیت است. به خاطر رهایی از این وضعیت است که برای ما مهم است که نوع نظام سیاسی که مطرح میشه و حتی تا کنون مطرح شده باید نظام باشد که به این کشمکش پایان بدهد، به این نزاع دائمی پایان بدهد، به این خشونت و چرخه خشونت پایان بدهد. شما میدانید که برای عبور از استبداد در کشورهای دیگه تلاش‌های صورت گرفته. در افغانستان هم نقطه مقابل حکومت مستقل که این فاصله بین 55% و 45% باشه. همیشه قدرت به دست 55%. در بحث تقسیم طولی قدرت هست که شما قدرت را دیگه در انحصار و 55% نمیگذارید. شما این قدرت را تقسیم میکنید. او اکثریتی که در مجموع یک کشور اکثریت داره در ایالت دیگه اکثریت نداره، در اون گوشه کشور دیگه اکثریت نداره، در این بخش از جامعه دیگه اکثریت نداره. در این بخش جامعه برخلاف از یک گروه دیگه، یک اتنیک دیگه، یک مذهب دیگه، یک قوم دیگه، یک قبیله دیگه اکثریت داره. بنابراین اگر نتونه در حکومت‌های مرکزی قدرت را به دست بگیرد و آن چیزی که برای خود نمی‌پسندیم یک عمر دیگر ما گفتم حالا در دیگران بگیم. این مقابله نیست. این در ظاهر آدم تشفی میده، یا آدم راحت میکنه، یک مقدار آرامش پیدا میکنه، اما راه حل واقعی نیست. هزارها باید هدفهای مشخص و معین را پیدا کنه و به دنبال هدف حرکت. این هدفها باید برای تمام مردم افغانستان مفید باشد، حداقل برای خود هزارها مفید باشد و برای دیگران قابل قبول و منطقی باشد. نمیشه شما خیرتان را و ما خیرمان را در چیزی بگذاریم که برای دیگران دارد. چرا؟ به خاطر که از نظر ما خوب است در دیگران منطقی معقول نیست و قابلیت اجرا هست. خب ما چگونه اهداف را میتوانیم و چگونه برنامه‌ای را میتوانیم به اطلاقی دست بگیریم که هم برای ما مفید باشد و هم برای دیگران مضر نباشد. ببینید اگر ما به دنبال تفوق طلبی مذهبی باشیم برای ما مفید است، برای دیگران مضر است. اگر ما برای تبلیغ نژادی تلاش کنیم برای ما مفید است، ممکن است برای دیگران مضر است. اگر ما به انتخاب جویی تلاش کنیم برای ما مفید است، ممکن است مفید باشد، برای دیگران مضر است. ما باید شعارهایی را انتخاب کنیم مقبولیت جهانی هم داشته باشد و برای دیگران هم منطقی باشد و درد ما را هم حل کنیم. و اون چیست؟ و اون ایست که ما شعاری را انتخاب کنیم، هدف را انتخاب کنیم که حتی اگر در کوتاه مدت ما نتوانیم به حساب و دیگران انتخاب کنیم، در دراز مدت قبولانده شود. و گونه ایست ما دنبال چی هستیم؟ چی میخواییم؟ معلوم است ما میخوایم از بردگی رهایی پیدا کنیم، ما میخوایم از تبعیض سیستماتیک رهایی پیدا کنیم، ما میخوایم از حذف رهایی پیدا کنیم، ما میخوایم از چرخه خشونت رهایی پیدا کنیم. پس نقطه مقابل از این پیدا کنیم. نقطه مقابل از این چیست؟ نقطه مقابل از این آزادی است، امنیت است، برابری است. ما این نقاط این شعارها باید در حقیقت اهداف رو متمرکز. ما اگر بر برابری تاکید داشته باشیم و برابری را روش کار کنیم و عدالت را به دنبال عدالت باشیم، اگر به ظاهری به نفع ماست در دراز مدت به نفع دیگران هم خواهد بود. دیگران هم نخواهیم. شعار سیاست منطق داره و این منطق قابل پذیریشه. آزادی و برابری شعاری است که هم برای ما مفید است هم برای دیگران منطقی است. ما باید بریم برعکس.
ما میخواهیم که کرامت انسانی ما در جامعه حفظ شود. کرامت انسانی ما در جامعه حفظ شود. کرامت انسانی ما در جامعه در صورت یک خواهد شد که ما مثل دیگران و با دیگران برابر. این برابری که میگیم هم در حقوق شهروندی است، به این معنا که ما اولا مثل دیگران برابر انگاشته شویم. این که شیخ مزاری میگه باید که در افغانستان هزاره بودن جور نباشد، یعنی که هزاره برابر انگاشته نمیشه، در زیر دیگران برابر نیست. ما باید کاری کنیم که هزاره برابر نگریست با دیگران. برابری در نگرش ها ایجاد شد. افزون بر این وقتی برابری در نگرش ها باشد، ما باید سهم برابر در قدرت سیاسی و در مشارکت سیاسی داشته باشیم. اگر تنها ما با عنوان شهروند برابر در اصلیت بشناسه، اما ما مشارکت موثر در قدرت سیاسی نداشته باشیم، یا صرفا مشارکت داشته باشیم اما این مشارکت موثر نباشه، باز ارزشمند نیست. یعنی ما فقط بریم در انتخابات رأی بدیم، حق رأی داشته باشیم، اما این رأی ما تأثیر واقعی در سرنوشت ما نداشته باشه، باز هم درد ما دوا نمی‌کند. باید ما بریم در طرفی از یک برابری و گونه تبدیل شود که ما این برابری ما باعث مشارکت موثر ما در قدرت سیاسی شود. زمانی ما میتونیم یک مشارکت موثر داشته باشیم که ما حس مالکیت و قدرت سیاسی را پیدا، یعنی این قدرت سیاسی که در جامعه وجود دارد مالیکش دیگران نیست، ما فقط بریم در اونجا به اصلاح رأییم. ما خودمون مالک قدرت سیاسی باشیم و زمان مالک قدرت سیاسی هستیم که مشارکت ما یک مشارکت تاثیرگذار باشد. باید مکانیزم‌هایی را در این زمینه پیدا کنیم که چگونه میتوانیم به اصل برابری و عدالت و نفی خشونت از طریق تأمین حق شهروندی و مشارکت مؤثر جامعه ما در قدرت سیاسی تلاش کنیم. و این از طریق یک ادبیات بسیار فاخر، یک ادبیات بسیار عالی، یک ادبیات در حقیقت مورد همه دیگران باشد تحقق می‌پذیرد، نه صرف یک ادبیات تحسرآمیز. بسیار تشکر. السلام علیکم. از آن الهام می‌گیرند. در مبارزات بزرگ مانند مبارزه شهید عبدالعلی مزاری برای عدالت، شاعران با اشعار خود نه تنها یاد او را زندگی‌اش می‌دارند، بلکه روح مبارزه و ایستادگی را در دلها می‌کنند. شعر ابزار قدرتمندی است که می‌تواند آرمان‌ها و پیام‌های بزرگی را منتقل کند و آنها را در طول زمان حفظ نماید. و با این مقدمه از جناب آقای رضا واثق، شاعر شیرین سخن زبان فارسی و هزارگی، دعوت می‌نماییم که به جایگاه تشریف آورند تا قطعه شعر زیبایی را که در رسای رهبرمان شهید مزاری تهیه نموده‌اند برای شما عزیزان به خوانش بگیرند. سلام ای مشعل خاور مزاری، سلام ای مشعل خاور مزاری، چراغ و چشم روشنگر مزاری. با تقدیم سلام و ادای احترام خدمت خواهران و برادران عزیز و اساتید و معززین ارجمند، نخست سومین سال را که رهبر شهید را شما نظر از میکنم و سپس از اینکه وقت اندک است و سخنان اساتید نغزگو بسیار، من شعر خود را به سبک هنرمند محبوب هزاره، شادروان سرور سرخوش به سمع شما میرسانم
آنکه سالها پیش یعنی در سالهای 1980 میلادی برای نخستین بار از برج بانی تنظیم نسل نوی هزاره فریاد کشید ای هزاره تو کی از بندگی آزاد شوی، ای هزاره تو کی از بندگی آزاد شوی، صاحب خانه آباد شوی. لذا افتخار می‌ورزم که یک پارچه شعر حماسیم را تحت عنوان بابل حقوق در خدمت شما به سبک سرور سرخوش شادروان تقدیم کنم. ای خوشا که بازایی در بهار آزادی، ای خوشا که بازاری در بهار آزادی، در چمن عیان گردی چون چنار آزادی، در چمن عیان گردی چون چنار آزادی. بابایی بزرگی من سربری سترگی من، سربری سترگی من، بابایی بزرگی من سربری سترگی من، سربری سترگی من، رهبری عدالت ها افتخاری آزادی، ای خوشا که بازایی در بهاری آزادی، در چمن عیان گردی چون چناری آزادی. یک نظر نما بنگر گلشنم غم انگیز است، گلشنم غم انگیز است. یک نظر نما بنگر گلشنم غم انگیز است، گلشنم غم انگیز است. جای صبر من از غم سرکشیده لبریز است، سرکشیده لبریز است. زودترک بیا بابک کز فراق روی تو، کز فراق روی تو، زودترک بیا بابک کز فراق روی تو، کز فراق روی تو. رنگ و رخ نو گیره لاله زار آزادی، رنگ و رخ نو گیره لاله زار آزادی، ای خوشا که بازایی در بهاری آزادی. چون که ساربانینه کاروان پریشان است، کاروان پریشان است. چون که ساربانینه کاروان پریشان است، کاروان پریشان است. هر طرف پر از رزن میهنم چو زندان است، میهنم چو زندان است. جاده ها پر از خوف و شهرها پر از وحشت، شهرها پر از وحشت. موج میزند هر خون، موج میزند از خون، هر مزاری آزادی، هر مزاری آزادی. ای خوشا که بازایی در بهاری آزادی، ای خوشا که بازایی در بهاری آزادی، در چمن عیان گردی چون چناری آزادی. ای خوشا که خالق بار هر جوان عیان گردد، هر جوان عیان گردد. ای خوشا که خالق بار هر جوان عیان گردد، هر جوان عیان گردد. ای خوشا که خالق باد هر جوان عیان گردد، هر جوان عیان گردد. موجی از تبسم ها با شکوه روان گردد، با شکوه روان گردد. تا که نسل نو باشد شاهدی دیگرگونی، شاهدی دیگرگونی. مژده ام دهد واسه از نگار آزادی، ای خوشا که بازایی در بهار آزادی،
در چمن عیان گردی چون کنار آزادی. از شاعر عزیز و گرامی آقای رضا واثق، از شاعران شناخته شده کشور که با اشعار خود یاد و راه شهید مزاری را زنده نگه داشتند و ما را با این اشعار پر از احساس دوباره به یاد آرمان‌ها و فداکاری‌های او انداختند، صمیمانه تشکر می‌نماییم. و در این بخش از محفل از جناب دکتر امیر احمدی، یکی از مطرح‌ترین شخصیت‌های علمی و فکری و فرهنگی جامعه هزاره و عضو اکثر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، دعوت می‌نمایم که جایگاه تشریف فرما شوند که با سخنان عالمانه‌شان ما را مستفیض نمایند و محفل امروزی ما را با حضور خود مزین سازند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم، خانم‌ها و آقایان. گرامی می‌داریم 30 سال سالیاد شهادت استاد شهید مزاری و یاران فداکارش را. من هم برای اینکه جلسه بسیار طولانی نشه بدون مقدمه وارد مطالبی که می‌خوایم خدمت شما تقدیم کنم میشم. البته پیشاپیش تشکر میکنم از همه زحمت‌های کشیده شده و اینکه به من یک فرصت دادید و دعوت کردید که اینجا خدمت شما باشم. از این بابت بسیار سپاسگزارم و تشکر میکنم. و از همه صحبت‌هایی که شد کمال استفاده رو بردید. اما چیزی ما می‌خوایم عرض بکنم کلاً در 3 محور خلاصه میشه. محور اول یک ترسیم از وضعیت کلی افغانستان هست. ما الان در چه وضعیت قرار داریم؟ این اگر ما مشخص نکنیم در واقع سایر حرفای ما یک مقدار پایش سوست میمانه، سوست بنیاد میمانه. پس اول ما باید مشکل اصلی مشخص بکنیم که مشکل اصلی و فعلی ما چیست. مشکل اصلی و فعلی ما در حقیقت هستیم ما باید نظام مواجه هستیم یا بگیم باید نوع تسلط مواجه هستیم. نمیشه گفت نظام، با نوعی از تسلط مواجه هستیم که او مبتنی است اساساً بر استبداد فردی. یعنی نقطه کلیدیش استبداد فردی است و بعد این استبداد فردی را بر اساس تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و ایدئولوژیک اعمال و تطبیق میکنه. استبدادهای فردی همیشه وقتی به وجود میاد ابزار توجیه، یعنی نیاز به ابزار توجیه داره. چطور خود توجیه بکنه؟ ابزار توجیه استبدادهای فردی ایدئولوژی قومی، مذهبی، جنسیتی و یا دینی است. اونا ابزارهای توجیه هست. اصل و اساسش استبداد فردی است. چرا استبداد فردی؟ شما الان دقت بفرمایید، یک نفر 40 میلیون آدم را کنترل میکنه. یعنی 40 میلیون آدم در حقیقت برده سیاسی یک آدم است. این حقیقت نظامی موجود داره، سیستمی تسلط موجود داره تشکیل میده. در این سیستم هیچ کس صاحب قدرت سیاسی نیست، مالک قدرت سیاسی که جناب استاد روحانی فرمود نیست. مثلا برای مثال استانگزی صاحب کسی که بی اندازه زحمت کشید برای مذاکره و شکست دادن آمریکا در واقع در مذاکره دوحه از عباس استانگزی. عباس استانگزی الان کجاست؟ چگونه عباس استانگزی میتونه در سیاست موثر باشد؟ آیا تاثیرگذاری عباس استانگزی و هر مقام بلندپایه طالبان در وضعیت موجود بیشتر از یک فرد عادی است؟ یا اینکه نه چاره جز از اطاعت نداره؟ اگر بخواهد بقا پیدا بکنه دوام بیاره باید کار کنه، اطاعت کنه. اطاعت کردن و مطیع بودن و فرمانبردار بودن در واقع غیر از این است که شما صاحب قدرت سیاسی هستید، مالک قدرت سیاسی هستید و در قدرت سیاسی تصمیم گیرنده هستید. غیر از این است. من اون زمان در مذاکرات دوحه در یک مصاحبه بسیار مفصل با تلویزیون طلوع گفتم، طلوع نیوز، اونجا گفتم مشکل ما و طالبان اختلاف اساسی بر سر اصل نظام هست.
نظامی که ما می‌خواهیم نظامی است که در حقیقت قدرت سیاسی و مالکیت و قدرت سیاسی را در اختیار همه شهروندان افغانستان قرار می‌دهد. اما در نظام طالبان به غیر از نفر اول حتی نفر دوم طالبان هم از مسئولیت برخوردار نیست، حتی از مسئولیت ندارد. چی رسه به این که او مالک قدرت اختیاردار قدرت باشد. این ما اون زمان گفتم این سخن بر طالبان بسیار سنگین آمده بود. همین حرف من همونایی که اونجا در دوحه بود با ما مذاکره می‌کرد بسیار سنگین آمده بود، حلق آمده بود، ولی یک واقعیت هست. بنابراین اصل نظام موجود سیستمی نمیشه گفت سلطه موجوده مبتنی بر استبداد فردی است. اما ابزارش چیست؟ ابزارش ایدئولوژی قومی، مذهبی و جنسیتی است. یعنی خود را در مبنای قومیت توجیه می‌کند در قدم نخست. یعنی توده جامعه پشتون را بر چه اساس منسجم می‌کند پشت سر خودش؟ بر اساس این که حالا نخواست البته نمیگه، به زبان نمیگه، ولی عملا نشان میده که ما به یک نوعی به شما بیشتر اهمیت میدیم، فرصت‌ها رو بیشتر در اختیار شما قرار میدیم و شما رو بر دیگران مسلط میکنیم. در یک دعوای سری زمین باشد در شما رو یا مسائل دیگه اگر بنا باشد به اصطلاح استفاده از منابع یا ثروت‌های طبیعی باشد امتیازش به شما میدیم. خب یک بحث است. بنابراین از این طریق ما پشت خود منسجم میکنن. ابزار دومش چیست؟ مذهب و تبعیض مذهبی است. یعنی میگه افغانستان برای مثال اینطور میگه، این منطق از ماست در مذاکرات دوحه میگفتن که افغانستان اساس قدرت در افغانستان، اساس انسجام در افغانستان و اساس این که افغانستان شکل بگیره مذهب حنفی است. و این مذهب حنفی که مطرح میکنه برای نفی مذهب شیعه نیست. اینم باید ما شما بدانید. برای نفی مذاهب دیگر اهل سنت جماعت هست. یعنی میگه این قبول داره که مذهب اهل سنت جماعت در افغانستان پایه و اساس قدرت هست، اما پایه و اساس قدرت اهل سنت جماعت مذهب حنفی است. اگر پای مذاهب در افغانستان باز شود ممکنه جامعه سنی انسجام مذهبی خود را از دست بده و چند جامعه مذهبی گوناگون تقسیم شود و این مضر به حال قدرت خود در افغانستان می‌دانند. این ابزار توجیه قدرت سیاسی و ابزار ایجاد انسجام سیاسی بر مبنای مذهب حنفی از بین میره. این عامل مذهب تضعیف میشه. برای اینکه عامل مذهب در سیاست تضعیف نشد بر مذهب حنفی تأکید میکنه و اینی که عبدالحکیم حقانی در کتاب خود گفته که پیروی از مذهب غیر حنفی در افغانستان چه است؟ ننگه. گفته ننگه. این برای ما نگفته، برای اهل سنت گفته. چرا که جامعه اهل سنت هم یک جامعه متنوعه. ما الان جامعه اهل سنت در جامعه اهل سنت سلفی های گوناگون داریم، اهل حدیث داریم و صوفی ها داریم و فرقه های گوناگون مذهبی داریم. یک از دوستان آقای محمد محق و یک آشنایی در مورد تنوع مذهبی در افغانستان مخصوصا در جامعه اهل سنت جماعت و یک تحقیق دارم نشان میده که یک جامعه بسیار پر از تنوع است. طالبان میخواد این تنوع رو سرکوب کنه، این تنوع را در جامعه اهل سنت افغانستان سرکوب کنه. خب پس در حقیقت پایه دوم قدرت توجیه قدرت استبداد فردی چیه؟ مذهب هست. یعنی میگه شما از این یک آدم اطاعت کنید، فرمان ببرید تا انسجام مذهبی شما حفظ شود، تا یک جامعه منسجم و مقتدر باقی بمانید، افغانستان یک پارچه داشته باشید. این توجیه دومشان هست. و توجیه سومشان هم مثلا فرهنگ افغانی بر مبنای غیرت مرد افغانی است. مرد افغانی را اونها در حقیقت غیرت مرد افغانی را در حقیقت شاکول یک انسان طبیعی می‌دانند. یعنی انسان طبیعی کیه؟ یک انسان طبیعی که طبیعتش منحرف نشده باشد، طبیعتش از جاده اعتدال و تعبیر خودشان خارج نشده باشد، اونو غیرت مرد افغانی است. نسبت به کی؟ نسبت به زنش، نسبت به خواهرش، نسبت به دخترانش. این دیدگاه سومشون هست. میگه جامعه‌ای که در او زن تحصیل کنه و زن آزاد باشه، از حقوق برابر باشه، برخوردار باشه، غیرت مردان رو از بین میبره. غیرت مرد که از بین رفت گویا جامعه از اعتدال خودش خارج میشه و این هم برای حفظ انسجام و برای حفظ قدرت لازم و مهم میشماره.
باز هم آقای عبدالحکیم حقانی در کتاب خود میگه ما در صورتی میتوانیم موفق شویم به دو چیز اجازه ندیم. یکی تحصیل مدرن، آموزش مدرن که این دروازه آشنایی مردم با فرهنگ و تمدن غرب میشه، یک و افکاری که در واقع او بیگانه از اسلام هست، دروازه آشنایی مردم با اینها صورت قرار میگیره. دوم آزادی و فعالیت اجتماعی زنان. این هر دو تا در حقیقت دو عامل مهم برای فروپاشی میدن. برای فروپاشی کی؟ برای فروپاشی نظام‌های مبتنی بر استعداد فردی است. میگه خلافت عباسی مثال میزنه، مثالش هم جالبه. به این مثال توجه کنید. مثال میزنه به خلافت عباسی، میگه چرا خلافت عباسی سقوط کرد یا ضعیف شد؟ خلافت چرا سقوط کرد یا ضعیف شد؟ میگه خلافت وقتی سقوط کرد ضعیف شد که به فرهنگ غیر اسلامی، با آموزش‌های غیر اسلامی، مخصوصاً با علوم یونانی اجازه داد که ترجمه شود و نشر شود و از این طریق دیدگاه‌های کلامی گوناگون و افکار فلسفی گوناگون در میان مسلمانان را پیدا بکنند. خب بنابراین را خطر می‌دانند، یعنی فعالیت اجتماعی زنان و برابری زنان مرد خطر بزرگ برای این نوع از قدرت، برای این نوع از سیستم می‌دانند و همچنین آموزش جدید و مدرن را خطر مهم و دقیق در واقع پایه‌ای می‌دانند برای این نوع از سیستم و این نوع از حکومت. پس همه اینا در حقیقت ابزار چیست؟ ابزار توجیه اون قدرت سیاسی. حالا اون قدرت سیاسی متوجه کردن پایه‌اش مبتنی بر استبداد فردی است و این استبداد فردی که بر پایه تبعیض مذهبی، قومی و جنسیتی توجیه میشه، نتیجهش این است که ما از چند جهت در حقیقت از تصمیم گیری در مورد سرنوشت جمعی خود محروم میشیم، از حقوق خود محروم میشیم. اولا همه ما میشیم بردگان سیاسی یک فرد و ثانیا مورد تبعیض قومی قرار میگیریم، یعنی کتله‌هایی که در واقع از قوم امیر نیست اونا در معرض تبعیض سیستماتیک قومی قرار میگیرند و ثالثا ما باز در معرض تبعیض مذهبی قرار میگیریم، چون لحاظ مذهب متفاوت هستیم و این مسئله مذهب باز بسیار مشکل ساز از در افغانستان. چرا؟ مشکل بودنش از اینجاست که ما بر اساس مذهب از ما انسانیت جدایی صورت میگیرد. این رو باید عمیقاً درک کنیم. بر مبنای مذهب ما نه تنها تحت تبعیض قرار میگیریم، بلکه چی میشیم؟ تحت پروسه انسانیت جدایی قرار میگیریم. یعنی همین که گفتن دیگه چند روز پیش وزیر امر معروف و نهی منکر طالبان گفت کفار که از کافران که بدتر، کافر وقت از کافر بدتر باشه من چیه؟ انسانیت جدایی دیگه، بدترین شکل از انسانیت جدایی است. ما که هستیم؟ ما مذهبیم، یعنی شیعه مثلا مذهب هست از نگاه طالبان؟ نه، مذهب نیست، یعنی حداقل تردید داره. این که وقتی که میگه که مثلا نام مذاهب میبرن نام شیعه را نمیبرن، به دلیل نیست که بگن خب شیعه مذهب است خب نامش نمیبرن. نه، اساسا در مذهب بودن شیعه تردید داره. معنی اینکه در مذهب بودن شیعه تردید داره چیه؟ معنیش این است یک دین علیه است. اصلا از دایره اسلام چیه؟ کامل یک دین علیه است، از خود یک دین ولی تردید داره. گفته هم منتها عملا ثابت کرده، ولی در مقام گفتار هم گفته که اساسا شیعه اساسا یک مذهب یا دینه. بسیار معتقدن که دین هست، مذهب نیست. مذهب از نظر سنت مذهب فقهی که مثلا شافعی و حنبلی و مالکی و فقهی اینا هست. پس وقتی که ما یک دین شدیم، معنیش اینه که دیگه مسلمان نیستیم، یعنی تردید جدی در رابطه مسلمان بودن. وقتی تردید جدی راجع مسلمان بودن وجود داشته باشه، معنیش میفتیم در رده چهارپایان، در رده چهارپایان قرار میگیریم و انسانیت و مسلم مذهب بسیار بیانده در افغانستان از فرد مذهبی جهت مهمه که مبنای انسانیت جدایی قرار بگیرد. وقتی این مبنای انسانیت جدایی قرار بگیرد، نتیجهش چیه؟ نتیجهش بستگی داره و کدام گروه داعش باشه نسل کشی. رسما پروژه نسل کشی را اعلام کرده، هم اجرام برنامه اعلام کرده از سال 2013 تا همین پارسال که ما نسل کشی شدیم. خدا رو شکر از پاسات امروز باز خبر خاصی شنیدن نشده. خدا کنه که انشاءالله اطلاع پیدا بکنه این وضعیت. و دوم، نسل کشی نشدیم چی میشیم؟ نسل کشی نشدیم
میشیم در واقع تحت تحقیر و آزار و اذیت به شکل سیستماتیک بر مبنای مذهب و قومیت قرار میگیریم که او را به انگلیسی بهش میگن persecution on the basis of religious and ethnicity. این یک اصطلاح حقوقیش هست، در این چیز آمده، در همون اساسنامه دادگاه روم آمده، در اساسنامه ICC. یک از جرایم ضد بشری محسوب میشه. ما بر اساس علمی هویت مذهبی و قومی خود به خاطر همون انسانیت جدایی که وجود داره، من بارها گفتم مجموعه سیاست هایی را که وضعیت موجود علیه مردم ما تحمیل میکنه مصداق آزار و اذیت جمعی بر مبنای مذهب و قومیت است. چنانچه که میدانید دیگه همه سازمان ها و نهادهای بین‌المللی پذیرفتند که زنان در معرض آزار و اذیت جمعی بر مبنای جنسیت است. پذیرفتند دیگه. آیه چاربیله در اعلام کرد و در محکمه بین‌المللی کیفری هم به عنوان یک از جرایم تحت بررسی مورد قبول واقع شد. هزاران هم در موقعیت مشابه قرار در سیستم بود. در نتیجه سیاستی بر علیه حرارات میشه. این حتی با مقامات طالبان هم البته به یک بیان دیگر گفته شده که شما چون چنین دیدگاه را نسبت به ما دارید، این رقم سیاست را علیه ما دارید اعمال میکنید، تطبیق میکنید. توجه کنید محروم سازی حد اکثری هزارها از منابع گوناگون، از دسترسی به منابع گوناگون قدرت و ثروت، این و مارجینالایز سازی، یعنی به حاشیه بردن، این به شکل سیستماتیک جریان دارد. من از مسائل سیاسی نش گذشته یک مثال خدمت شما عرض میکنم که امروز خواهر ما سمیه هم اینجا خود صحبت کرد راجع به کار آفرینی و دسترسی به منابع اقتصادی اینا. ببینید طالبان میگه که منابع طبیعی و ثروت‌های طبیعی افغانستان مال آنها، مال کیه؟ یعنی مال امیرالمؤمنین. چیزی به نام اموال عامه در ادبیات طالبان دیده نمیشه. لذا خود مالک کو، سنگ، همه چیز در افغانستان میدن، دشت و صحرا. پس ثروت‌های طبیعی مال مردم نیست، مال که مال دستای ما. خب این امیر ثروت‌های طبیعی چه کم توضیح کنه به این مردم؟ در افغانستان 4 منبع مهم طبیعی ثروت وجود دارد: آب، خاک، معادن، تجارت و ترانزیت. این 4 منبع مهم سرمایه وجود دارد. وقتی از هر لحاظ به حاشیه رانده میشه، حذف میشه، میتونه دسترسی با آب و خاک به شکل عادلانه داشته باشه؟ سوال میتونه داشته باشه؟ میتونه دسترسی عادلانه به تجارت ترانزیت داشته باشه؟ میتونه دسترسی عادلانه به معادن داشته باشه؟ نمیتونه داشته باشه. نتیجه چیست؟ نتیجهش تحمیل فقر دوامدار بر جامعه هزاری افغانستان و جامعه شیعه افغانستان. توجه کنید این وضعیت موجودی نیست. پس ما باید استعداد مواجه هستیم که اصلش فردی است که همه مردم افغانستان ازش رنج میبرد. این نیست که دلار رنج نبرد. همونطور از کردم فرد دوم طالبان هم مسئولیت نداره، مالک قدرت نیست مگر اینکه اطاعت کنه. و ثانیاً ما بیشترین رنج میبریم، مخصوصاً زنان هزاره بیشترین رنج میبرد. چرا؟ چون بار چند نوع تبعیض بر دوششون تحمیل میشه: تبعیض قومی، تبعیض مذهبی و تبعیض جنسی. بار چند نوع تبعیض بر دوش زنان هزاره تحمیل میشه. نصف جمعیت هزاره قربانی این نوع تحمل میشه. با توجه به اینکه زنان جامعه هزاره در افغانستان زنانی هستند که کار کنن، یعنی به شخصیت و خود آگاهی فردی خود دست پیدا کرده. این تفاوتی یک زن هزاره امروز مثلا در جاغوری یا در یک منطقه دیگر دارد با یک منطقه مشابه جاغوری در میان جامعه پشتون یا جامعه تاجیک یا جامعه ازبک در این است که زن هزاره به خود آگاهی فردی رسیده. معنی خود آگاهی چیه؟ من یک انسان هستم، من میتوانم کار کنم، من میتوانم در سرنوشت خود تغییر وجود کنم، در سرنوشت جامعه خود تغییر کنم. این به خود آگاهی فردی، یعنی به فردیت خود اعتماد و ایمان پیدا کرد.
خب این یک سرمایه بزرگ است که جامعه هزاره افغانستان به او دست یافته. این سرمایه را قربانی چند نوع تبعیض میشه؟ قربانی 3 نوع تبعیض میشه. یعنی نصف جمعیت افغانستان پایه اساسی قدرت جامعه هزاره با تعمیر اعمال این نوع تبعیض از بین. پس ما با چنین سرنوشت در حقیقت فعلا مواجه هستیم. این وضعیت نیست. خب حالا باز توجه به اینکه این وضعیت وجود داره، ما میخوایم تغییر بوجود کنیم. یعنی نباشیم. درسته؟ سوال اساسی پس این وقت قسمت دوم بحث میشه. وقتی ما بخوایم تغییر به وجود بیاریم یعنی از این وضعیت عبور کنیم، خارج شدیم. و این وضعیت مانع هر گونه تغییر است. خود این وضعیت مانع هر گونه تغییر است. مثلا ما اگر خواسته باشیم راجع به نظام سیاسی عالی افغانستان بحث کنیم، با این مانع مواجه هستیم. خب پس ما در صورتی میتوانیم نظام سیاسی عالی افغانستان ترسیم کنیم، برای حل برایش ایجاد بکنیم، از این مانع عبور کنیم. یعنی در این وضعیت تغییر ایجاد کنیم. سوال دومی هست که چگونه میتوانیم در این وضعیت تغییر ایجاد کنیم؟ آیا قدرتی بر ایجاد تغییر رو داریم؟ قدرتی بر ایجاد تغییر رو داریم. ما مخاطب ما تمام جامعه هزاره نیست. یعنی کل همین 40 میلیون آدم که از استبداد فردی رنج میبرد قدرت ایجاد بر تغییر رو دارن؟ به نظر شما داره نداره؟ بله؟ خب حالا مثلا امتاز خب ببینید مشکل ما این است، ما فعلا قدرتی بر ایجاد تغییر رو فعلا نداریم. خب چرا نداریم؟ به این خاطر نداریم. آیا ما از خود آگاهی جمعی برخوردار نیستیم؟ هزارها رو ببخش. هزارها از خود آگاهی جمعی برخوردار نیستیم؟ نه. گفتیم که خانم‌های هزار از خود آگاهی فردی برخوردار. هزارها خود آگاهی جمعی دارن. به نظر شما دارن. در خود آگاهی جمعی ما مشکل نداریم. یعنی از ملفات شهید مزاری و تشکیل حزب وحدت و تاریخی 20 سال اخیری هست هزار خود آگاهی جمعی رسیده. یک بخش خود آگاهی جمعی داریم. درک مشترک از منافع جمعی خود داریم یا نداریم؟ داریم. ایران داریم. ایران یکی از میراث‌های شهید مزاری است. یک از میراث‌های مهم شهید مزاری است که بازار فهمان که میتونه خود آگاهی جمعی داشته باشه، میتونه درک مشترک از منافع خود داشته باشه. درک مشترک از منافع، مثلا بقا یک منفعت مشترک است. چطور باقی بمانیم و اینکه چطور به فرصت‌های برابر دست پیدا بکنیم، به لحاظ اقتصادی، علمی، فرهنگی که میشویم، ایچه یک درک از منفعت مشترک. توفیق و موفقیتی روزافزون خواهانی و بی‌میزبانی از تمامی زنان حاضر در این محفل، تقدیم تشکر ویژه دارد از جناب دکتر احمدی که در مطالبشان گوشه چشم می‌کنند به وضعیت زنان، بویژه زنان هزاره داشتند و به آسیب زنان هزاره به خودآگاهی فردی رسیده‌اند و با این به خودآگاهی به تشکیل یک جامعه آگاهتر و بیدار کمک می‌کند. ولی هزار افسوس که اکنون در افغانستان تمامی زنان و بویژه زنان هزاره همچون دکتر احمدی فرمودند با 3 تبعیض مواجه هستند: تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی. با امید به اینکه روزی زنان افغانستان بویژه زنان هزاره بتوانند به جایگاهی که لایقشان است چه در سطح جامعه افغانستان و چه در سطح جهانی برسند. و اینک توجه شما را جلب می‌نمایم به قسمتی از خط شعر زیبایی که توسط جناب آقای محمد قاسم حسینی در رسای شهید مزاری سروده شده است. شب سیاه به سر آمد طلوع خورشیدی، چه خوش به صورت این آسمان خندیدی. به چشم تیره و تار قبیله نور تو گشود روزنه نور و صبح امید را. به برق زاده شد از دامن یک مادر، هجبری طایفه سربر کشیده، همچون درخت تنومند قامتی هم زد.
همچون درخت تنومند آمدی هم زد، گرفت خرد و بزرگ هزاره را در بر. و در این بخش برنامه توجه شما عزیزان را به سخنان عالمانه جناب آقای حسین ولسی، نویسنده، فعال سیاسی و فرهنگی جلب نمایم. از ایشان خواهش کنید که جایگاه تشریف فرما شوند و ما را با سخنان عالمانه‌شان مستفیض نمایند. هم چراغ راه ماست. این محفل نه فقط یک یاد بود، بلکه گام کوچکی در راه بزرگ اوست، راهی که از درد مردم آغاز شد و به آرمان عدالت، برابری و کرامت انسانی رسید، راهی که هنوز ادامه دارد، راهی که ما و شما در حفظ و پاسداری آن سهیم هستیم. باشد که برگزاری چنین مراسم‌هایی سهمی باشد، هرچند کوچک، در زنده نگه داشتن آن صدا و ادامه این مسیر. در اینجا لازم می‌دارم که تشکر قدردانی ویژه داشته باشم از دو مهمان گرانقدر این مراسم، جناب دکتر احمدی و دکتر روحانی، بزرگوارانی که با حضور ارزشمند خود به این محفل وزن و معنای دوچندان بخشیدند. از حضور گرم و سخنان گوهربارشان صمیمانه سپاسگزاریم. و همچنین از حضور گرم پرمهر شما مهمانان ارجمند، خواهران و برادران گرامی، از هنرمند عزیز جناب آقای امان یوسفی، سخنرانان و قاضی محترم و تمام کسانی که با دل و جان در این مجلس سهم گرفتند صمیمانه سپاسگزاریم. و در پایان جهان سپاس از تمام برگزار کنندگان این محفل، عزیزانی که پرتوان زمینه این دلنمایی را فراهم نمودند، با امید به اینکه در آینده نیز همدل و همقدم راه مزاری را با ایمان و آگاهی دنبال نمایید. خدا نگهدار.